عبدالستار؟ اوی عبدالستار؟ عبدالستار؟ اوی عبدالستار؟ السلام علیکم خاله جان. چطور شما؟ نه سال سلامتتون خوب؟ نشناختم شما. من از کمیسریات حبیب برای عبدالستار دعوتنامه آوردم. مرحمت این را رسانید. فردا ساعت 8 باید در آنجا حاضر شوم. این را البته به عبدالستار رسانید خاله جان. مایدش پسرم بیش یک بالا چوی میکنم. وقتم کمتر از خاله جان. خیلی یکم روز دیگر. وای بسیاری من از کمیسریات حربی دعوتنامه آمده است. عبدالستار؟ های عبدالستار؟ آقای مادر جان. بیا پسرم از قسمهای نظامی به تو دعوتنامه آمده است. چی اومد مادر جان؟ دعوتنامه؟ اورا مادر جان، اورا. اکنون ما هم با مانند دیگر جوانها خدمت وطن مادر رو میکنم مادر جان. پسرم چرا تو اینقدر خوشحالی میکنی؟ آخه من به تو چیکار میکنم؟ آخه مادر جان چیکار کنم؟ و دیگر برادرانم هستن تو این 2 سال با مانند یک چشمک زدن میگذارم. آخه وای برادرانت خورد هستم با من کمک رسانده نمیتوانم. مادر جان کنی بینم این وقتش کی است؟ اوه مادر جان این خودی پگاه است کو؟ مادر جان من باید با دوستان خیر خوش کنم حاضر میام. مایلش پسرم تا اومدنی تو من آمادگیم رو میبینم. مادر جان بچه الان ببینید من با همراهی دوستانم اومدم. اکنون به من یک دعا میدید مادر جان تا اینکه من به خدمت کردی روم. سلام تو دو این سراسی مخاطر هستی. از پایین گذشته با ما باقی مونده است که از بچه‌ای که به خدمت میرود باید نصیبه خود رو بشورد. مادر جان باز چی و این است؟ آخر این معنی آن رو دارد که افسر بچه باید بازگشت کند. خوب مادر جان بگذار گپ پیش ما شود. مادر جان خیلی اکنون دامن یک دعا میدهید تا اینکه من به خدمت کردم. سلام من این توشه روحی که به تو آماده کردم این رو با خودت گیر. تشکر مادر جان زحمت کشیده اید. الهی آمین پسرم ساق روی سلامت بی. خداوند را دعا میکنم که تو را در پناهش نگه دارد. آمین. تشکر مادر جان. خیر مادر جان. مادر جان بخیر حالا من در نزدتون هستم چرا گریه میکنید مادر جان؟ مادر جان من به شما البته وعده میدم که باز بر میگردم. مادر جان خوب احتیاط کنید من به شما نامه میفرستم. رفته کمبیری همسایه رو جیغ زد. جامعه برادر از رو آماده سازیم برای دامادیش. خاله جان؟ های خاله جان. السلام خاله جان. مادرم شما را جیغ زده ایستاده است. می آمده جامعه برادرم رو برای توی آماده میکرده. بیایید همسایه جان. بیایید سرم با خدمتی حربی رفت. تا آمدن ایده باید من جهاز دامادیش رو تیار کنم. با خواهر جامعه دامادی عبدالستار جان رو میدوزم.
کوشش کنید در آینده باز خوبتر بشوید. شما چیکار که می‌دانید در پیش ما را زمستانی سرد انتظار است. باید ما برای گرمی خود سازشواری خود را تامین سازیم. آماده؟ آماده! از پس کار با طرف چپ یک دو از پس کار خب طرف بیاد رادیو مونه نگون امروز چی گپ شده است فهمید؟ چرا رقص نمی‌کنی؟ من رقص شما را نمی‌توانم. هر تو با من رقص کنی تو یاده تو البته بطور من رفتن نه این کار نیست همین کار آماده باشه نظام با ما یک خبری نقشه آمده رسید که ما را در پیش عملیاتی پرشدیده با خطر انتظار است. باید ما با اون جنگ داریم برای وطن برای ملت برای مادرم و جانم ما را فدا میکنیم. آماده؟ آماده! با سلاحهای خود آماده باشه با پیش با طرفی باز یک دو از پای چپ با قدم صفری با پیش باش نظام کردانهای خود آماده کرده؟ بله. شاید ما با آن جنگ داریم صحت و سلامت نبراییم. شما بتوانید مکتوبهای خود را با پدر و مادرتان بنویسید. با شما 10 دقیقه مهلت داده میشود. آماده؟ آماده. از پس کار مکتوبی سلامتی. سلام مادر جان عزیزم، سلام خود را از خاک افغان و شما و اهل خانواده پدرم و برادرانم خویش و اقربایم میرسانم. من صحت سلامت خدمت مادر وطن را به جا میآورم. مادر جان، پیش از آن که به یک عملیات وزین میروم خواستم به شما این سخنان را بگویم. خواطر نشوید مادر جان، من تنها نیستم. با یک چند نفر باید به محاربه رفتن خاک افغان را از دشمن آزاد کنیم. ما با خلق گوناگون کیف به کیف ایستاده با دشمن مبارزه میبریم. البته پس از این عملیات ما تحملنی را به دست میاریم. لیکن مادر جان، من گفته نمیتوانم که من زنده میمانم یا نه. مادر جان، من با شما با برادرانم با پدرم و خویش و اقربایم با خاک وطن خود تاجیکستان ای عزیز خیر خوش می‌نمایم. مادر، شما برای من اشک نریزید، ناله هم نکنید، خدا به هر یک کوی نزنید. مادر جان، شما افتخار کنید که یک فرزند جگربند شما در خطای صدها فرزند با آر و با ناموس تاجی برای حمایه وطن جان برای حق می‌سپارد. الوداع با وطن، الوداع با مادر.
با پدر با یار و دوستان الوداع با تاجیکستان عزیز. مادر جان تو را خداوند در پناهش نگه داره. خیر مادر جان. فرزند دوست داشته شما عبدالستار. نظام اومده؟ اومده. با طرفی رو عوض کرد. یک دو از پای چپ با قدم سفید با پیش مرد.
برای وطن، برای مادر جانش را فدا کرد. او با که بود؟ با ما بود سردار. و تو گفتم برادر از من دور نرم. عبدالفتاح، الکساندر، رابع سردار، مرگ شهیدم را به منزلش میبره. فرقیدت سردارم. لیکی مادر ایستان را ایران. بابای عبدالفتاح، ای بابای عبدالفتاح، زیادما های زیادما ای وای وای های عزیز السلام علیکم. سلام خاله جان. من نامه آوردم. انا دوستان گفتم بابای عبدالفتاح در کجایم؟ نیستم اون کس. من به آن کس نامه آوردم و آن کس که آنده این نامه رو به آن کس دید. شاید از عبدالفتاح باشد. خودتون میدونید خاله جان. باید معنیش میشتیم خدا نه من کار دارم. زیادما های زیادما خبر مادر جون. بیا دخترم مکتوب آمده است. شاید از برادرت باشد. کنی زود خون بلند. ای با مونند و مکتوبی که میفرستند و نبود. مایلش دخترم بلند خون کنی. شاید از برادرم نیست. زود خون. مادری عزیز، پسرتون عبدالفتاح که در افغانستان مدتی دراز خدمت کرده بود، در یک عملیات قهرمانانه. چی شد با تو دخترم زیادما؟ با خدای با تو چی شد دخترم؟ با خدای آخر با خدای دخترم چی شد؟ وای مادر چی شد گفتم دخترم؟ چی شد؟ برادرم شهید شد. چه؟ نه آخر نه. آخر من جمعه چی شد؟ برادرم شهید اگر از گریه کردن آب میشد دل من بود، به سیلی عشق میشد غر منزل من بود. اگر آسان نمیگردید مشکل من بود، به زیر موج دریا مانده ساحل من بود.
اگرچه مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگرچه بارها بیگانه دلسنگ دیدم من، رنگ دیدم من. نمردم زیستم، فرزند خردم را کلام کردم. شب توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیده مرجان گشت مرجان را. ندارم پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختاری پر شرر دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز. حیات آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. مادر جان خیزه عبدالستار نمورده است. پیغام هم داده بود که برمیگردد. او شهید شد، شهید نمی‌میرد. رفیقان به شما عرض میکنم سر خود را برداره، گیره نکنه چرا که با او وعده داده. مادر جان ستار نمورده است، او شهید شده است. مادر داده بود که برمیگردد. یاد او در یادی وطن و در دلهای ما جا. مادر جان برخیزین از جای من افتخار شماست. مادر جان برخیزین از جای او افتخار شماست. نه آخی سقفی نامی خیشتن در سنگ خارا شهر نیست، زنده آن نامی که در دلهای مردم جا شود.